بله دوستان، همونجوری که داشتم میگفتم من سغرا بیوتی هستم. با کمک طیبه آرایش پرستو بودن رو به شما داریم یاد میدیم. البته فیلمش رو پس فوروارد میکنیم که شما وقتتون زیاد گرفته نشه که این آرایش رو سریعا یاد بگیرید و برید و برای جاسوس بودن اقدام کنید. پرستو بودن چطور موردش برده ها شغل بسیار شریفی است. ما پرستوها الگومون رو از وزارت اطلاعات استالین گرفتیم. برای دیگه عزیزان، خب روسا هم جاسوساشون همین شکلی بود دیگه. البته مال ما شرط و شروط داره ها. اولا که حجابتون رو نباید دست بدید، با حجاب باید باشید. این شغل شریف باید با حجاب باشید. پس چی فکر کردی؟ فکر کردی اینجا کشور کافرین شما انجلینا جولی چیزی هستید که با موهای بلند ریخته روی شونه هاتون، با بلیز سفید مردانه، با چکمه ورنی سیاه پاشنه بلند میخواید راه برید اسلحه‌تون رو فوت کنید، برید جمع کنید. این شغل شریف شرایط داره، شروط داره، مگه نه طیبه؟ بعدش هم راستشو بخوای من طیبه داشتیم عکس رفقامون رو امروز نگاه میکردیم. ولی هیچ کدومشون شبیه پرستو که نبودن، هیچی شبیه کفتر هم نبودن. بعضیشون که اصلا شبیه سوسک سیاه بالدار بودن. البته این پیرمردای خرفتن خب بعضیشون کورن، اصلا نمیبینن که دارن به چی دست میزنن. همین لمس کردی خر تو خره دیگه. آره والا. البته پرستوها در کشور کافرین برای دشمنان خارجی استفاده می شدن که اطلاعات بگیرن، اطلاعات برسونن. مال ما بیشتر آبرو بیشتر میبریم. حالا ما کدوم کارمون درسته که حالا پرستو بودن و جاسوس بودنمون درست باشه؟ نه دیگه، ما این پیرمردا رو تور میندازیم، اسرارشون رو پیدا میکنیم، زن اولشون هم تهدید میکنیم. برای از این خبر این پیرمرد میبریم به اون پیرمرد، اون پیرمرد میبریم به این پیرمرد. آره دیگه، جاسوسی دیگه با شغل بسیار شریفی هست. آرایش مخصوص هم لازم داره، اما حجابتون یادتون نره. بله، استالین اگه الان زنده بود خب میکوبید تو سرش، ریشاشو میکن. من که جزو از شما معذرت میخوام طیبه که امروز 2 کار کرده خسته است. الان خوابش مادرم پاشه باید بره با جاسوسی کنه. همین خوبه گفتم تو صبر کن، من مالیده میرم به شما یاد میدم. کاری کنید که خودمون بچه کاران مخورن عزیز. این آرایش با پلنگانی اینستاگرام و زمان لخت اینستاگرام و اینا و یان و آریان و اینا هیچ فرقی نمیکنه. آرایش پرستویی و زمان پاکدامن اینستاگرام و عروسی رفتن هم یکیه. آره اینجا تو قرمز کنید، هر چی قرمزتر باشه این مردای پیرمرد شما چیه زودتر به تور میزنید. آره دیگه، میگن برق که سرخ و سفیده. ببین خب اینجا سرخ شد دیگه. شیطانی هستیم، چون هر چی که جاسوسی شیطانی تر باشه این پیرمردا رو به تور زدن خیلی راحت تره. چیکار میکنید خواهران؟ همونطور که در ویدیوهای قبلی هم بهتون گفته دادم، این ابروها رو اینجوری شما میبرید بالا. این ابرو هر چی اینجوری کلفتر و پهن‌تر و اینا باشه، همین اسپاتی باشه، مثل آقای اسپاتی کافری، این همینجوری بره بالا. حالا من خودم اینجوری پاک میکنم که شما بدونید. طیبه ابروش همین شکلیه. برید بالا، اینجا کلفت باشه ها، چون ما میخوایم که چی باشه؟ میخوایم که تعجب زده باشیم، چون مأموریت ایجاب میکنه این کار. وای چه خوب شد طیبه. یه خورده این پایینشو بیارید پایین که یعنی ما مأموریتمون خیلی تعجب آوره. چطوره؟ بذارید من این گوشه‌شو پاک کنم مال خودمو. وای چی شد؟ مگه میشه آدم دل نبره این شکلی دل این پیرمردا رو؟ این ماموردا هم که همه آمادن که همدیگه رو لو بدن، ما هم که خبرها رو از این میگیریم میبریم به اون، از اون میبریم به اون پول میگیریم. آره دیگه پاپی داریم. وای میبرم باید من با 2 تا پیرمرد میتونم تور کنم، یکی که هیچی 3 تا. مگه نه طیبه؟ ابروامونو که درست کردیم الان باید چیکار کنیم؟ باید این چشمون رو درست کنیم، چون چشم مثل پنجره‌ای که به open to your soul. اینو بکشید، بعد اینو بیارید اینجا. این باید چیز باشه، چشم باید شهلا باشه. بکنیش مثل کلوپاترا. خب ولی خیلی سکسی میشه. البته اون کلمه در شأن ما نیست که ما استفاده کنیم، شما اون کلمه رو استفاده نکنید. خب مگه نه طیبه باش شو. طیبه خسته است، 2 چیز کار کرده، 2 تا پیرمرد. البته جاسوسه بودن با فاحشه بودن یکیه. میگن داستانی هست که طرف پیرمرده زن اولشو میفرسته، میگه عزیزم برو جراحی کن، شکم آب چلیج. وای چه شیاطی میشد. میبینید خواهران
بله عزیزان، سغرا بیوتی هستم و امیدوارم که از این آرایش پرستویی که من و طیبه امروز به شما ارائه کردیم لذت برده باشید. فست فوروارد میکنم ویدیو رو که شما سریعا ببینید که ما چه کار کردیم که خودمون رو این شکلی در آوردیم. ما پرستوهای نظام که البته من طیبه امروز که داشتیم بعضی عکس‌ها رو نگاه میکردیم، بعضی این پرستوها بیشتر شبیه کفتر هستن تا پرستو. آره والا چطور موردش رو برده خواست شبیه که پرستو نبودن، بیشتر شبیه کفتر بودن که یه مش پیرمرد خرفت کفترباز باشون کفتربازی میکردن. ما پرستوها که البته همون جاسوسه میشیم، شغلش از شریفی جاسوسه. آره دیگه جاسوسیم، بسیار شغل شریفی هست. ما جاسوسه ها و هم پرستوها یا همون کفتران الگومون رو از وزارت اطلاعات استالین گرفتیم. آره والا من طیبه رو میبینی روزی 3 شیفت کار میکنیم، 3 پیرمرد. از این پیرمرد خبر میگیریم میدیم به اون پیرمرد، از اون پیرمرد خبر میگیریم میدیم به این پیرمرد. بعد این وسط ها اصلا زنشون میشیم. همه جاسوس ها همین کار میکنن، جاسوس های کشوری ما همینن. بعد مثلا زنی میشیم 130 سکه بهمون مهریه میدن، بعد مثلا میدیم زن اوله رو تهدید میکنیم. بعد بیشترم کار ما جاسوسه ها پرستوها بیشتر بالا آبرو بردنه، از همون برای آبروریزی و آبرو بردن استفاده میکنن. آره دیگه بچه بگردین آخه ما فرق میکنه. ما جاسوسه هامون هم نرمال نیست، مثل جاسوسه های معمولی نیست. اولا که حجابتون رو برای رعایت کنید. بچه فکر کردین مورد برده ها فکر کردین اینجا کشور کافرینه و شما انجلینا جولی چیزی هستین که با موهای پریشان، با بلیز سفید مردانه، با چکمه های ورنی سیاهی پاشنه بلند راه برید و اسلحه‌تون رو فوت کنید؟ نه خیر، تا دو چاقچورتون سرتون میکنین طیبه مانن، ابروهاتون باید تعجب زده و شیاطین وار باشه، لبا قرمز، لپا سرخ که بگن چقدر سرخ سفیده چون این پیرمردا اینجوری هن. بعد میریزن این پیرای خرف میشید، بعد ازشون چیکار میکنید؟ اطلاعات میگیرید، میرید یکی دیگه میدید، آبروریزی میکنید. این جاسوسی بونم آخه نرمال نیست. خب مال کشور کافرینه. من همچون که گفتم ما الگومون از استالین گرفتیم، اونا هم دادی مادی بودن نمیدونستن چه خری هستن، ما هم اونا یاد گرفتیم الگومون. یه خود اونا آره دیگه من سیاهی که نیستش که با